حاجی موی تن مارونو بدون فکرم رفته پیشه خیلی میگذره. حاجی بده این تتلو رو آزاد بکنیم، ما بعد قرنی وضعمون خوبه، زندگیمون درست شده. بده بیاد یه 4 تا آهنگ جدید بخونه، آزاد بشه، پدر مادرش ببینه، خواهرش ببینه، رفیقش ببینه. نگاه این دیگه. خدایی میگم بابا مثلا اینو برای چی کردین تو زندان؟ خودش با پای خودش اومده حاجی، یارو خسته شده، کلافه شده، اومد ایران، اومد خونه خودش. خدایی میگم حاجی تو رو اون امام زمان میپرستین، جان اون نوه هاتون، بچه هاتون، دختراتون، جان خاطرات جوانیتون، چه با حالا هر خارکوسه بازی بود، این بچه رو آزاد بکنیم بیاد 4 تا آهنگ بخونه. میدونه چه ضرری به این زدین؟ توی نمیدونم اسپاتیفایش، توی یوتیوبش، توی مغز بچه رو گرفتین گاییدین. این چیزی تو این 2 سال ندید بخواد بنویسه الان جز غم و غصه که